یک مرد در اریت خانه میخرد، خانه نو، و میگوید که من وقتی که به همین بنا به همین دام خانه خریدم با همه همسایه‌ام شناس شدم و تنها یک نفر باقی مانده بود که من با او شناس نشده بودم، یعنی که همسایه‌اش. و میگوید که من هرگاهی کوشش میکردم که در روزانه او رو دریابم و کوشش میکردم که در شبانه دریابم، لیکن نمیشد. من او رو نه روز میدیدم نه شب میدیدم. و میگوید که یک روز شب الکی دیر شده بود میگوید، لیکن من به هر حال رفتم و در خانه همان همسایه‌ام رو تق تق کردم و میگوید وقتی که در گشوده شد از پس در یک مرد آمد که بسیار نوشیدگی بود و در حالت مستی قرار داشت. بعد میگوید که من گفتم که به آقای مرد خوب، من دیگر وقت به نزد تو میبینم. همین طور گفتم و رفتم. و میگوید که پس از این یک کم مدت گذشت و یک روز دیگر بار دیگر آمدم و در را تق تق کردم. همسایه‌ام برآمد میگوید و وقتی که همسایه‌اش برآمد میگوید این دفعه وی مست نبود، یعنی که نوشیدگی نبود، لیکن لباسهاش ناجا بودند. و میگوید که اون همسایه‌ام با من گفت که برادری عزیز، تو در راه خودت هستی و من در راه خودم هستم، یعنی که من نمیخواهم که تو به نزد من بیایی. بعد من گفتم میگوید که آیا از جانب ما یگان خطاگیری شده است یا آیا من یگان کاری کردم برای تو؟ و میگوید که نه، تو هیچ کار نکرده ای. من میگوید آدمی هستم که با وینا امتحان شدم و از این امتحان نگذشتگی هستم. تو باشی یک مردی که با ایمان هستی و ایمانی کامل داری و برای همین نباید که ما با هم واخوریم و همسایه بد شده باشیم. تو با روی خودت رفت و من با روی خودم میرم. بعد میگه این مرد من به خانه آمدم و به همسرم گفتم که تو روزانه به نزد آنها رو. روزانه همسرش رو فرستاد و میگه که وقتی که همسری من رفت آنجا دری آنها رو کفت و با همسری آن مرد میفهماند که من فلانی هستم، همسایه شما از فلان خانه، تا اون زمانی که همسری همسایش در را گشود و زنی من میگد به خانه در آمد. و وقتی که میگد برگشت دوباره به نزد من، همسرم چشماش پر آب بودند و گریه میکرد. بعد من پرسیدم که چی گپ شد، برای چی گریه داری؟ بعد میگد همسرش برایش گفت که وقتی که من به خانه آنها در آمدم، در درون خانه یگان حجره گلیم نداشت، خانه ها خالی بود، در خانه هیچ چیز نیست. همین طور میگد آنها در بالای زمین در روی پل خواب میرفتن و میگد که در گرد و اطراف باقی مانده های نجاست کودکان بود. میگد که شوهرش حتی برای فرزندانش پامپرس نمیخرد و آنها همین طور در بالای پل کارهایشان را میکنند و مادری بیچاره از قفای فرزندان میدود آنها را تازه میکند. وقتی که من در آمدم، همسری آن همسایه گفت که این خانه ما است و ما در همین حالت قرار داریم و از همین سبب به خانه هیچ کس نمیرویم و هیچ کس را به خانه خود نیز دعوت نمیکنیم. بعد من گفتم بگید که آیا سبب در چی باشد؟ برای چی این خیلی است؟ بعد وی زن برایش گفت که همسری من بسیار می نوشد و من وقتی که به او آیله دار شدم معلوم شد که او بسیار می نوشد و هر یک مبلغی که به دست می آورد برای خریدن سپیرتنوی، یعنی که برای خریدن عرق و وینا صرف می کند و شبها باشد، شبهای دراز
به نزد جوانان میبرند و اونها اینجا عرق مینوشند و همین طور ضیافت میکنند و باز آن جرهاش میرود و میگد حتی یک روز آنها آنچنان مست شده بودند که دری خانه را شکستنی شدند. میگد و من همراهی کودکانم در یک حجره دیگر آنجا در آمدیم و در را از درون محکم کردیم و همونجا تا سحر ماندیم، باقی ماندیم. میگد که همین طور هست حالتی ما و از تو خواهش میکنم که به کسی از این حالتی ما یادآور نشی، به کسی نگویی حالتی ما رو. و وقتی میگد که زنم این حالت رو برای من گفت، من به نزد آن همسایه رفتم. یک بار، دو بار، سه بار میگد در رو کفتم، تق تق کردم و اون همسایه هم بر آمد و گفت که آخر من به تو گفته بودم که راهی تو در راه خودت هستی و من در راه خودم هستم. بعد من میگد برایش گفتم که من از تو هیچ چیز نمیخوام، تنها میخوام که کمی با تو یک جا نشسته باشم. و او را میگد راضی کردم و وقتی که من به نزد او در آمدم، غیر از آنه که فقط خداوند را ستایش میکردم و از مهربانی خداوند حرف میزدم، دیگر چیزی زیادتی نگفتم. میگد و ناگاه میگد چشمم به او افتاد که او گریه میکند. بعد پرسیدم که تو گریه کرده ایستادی؟ بعد همسایم با من میگد که من چندین سالها است که این گونه سخنان رو از کسی نشنیدم. رفیقای من همش میبیاند با نزد من، همراه من مینوشند، عیش میکنن، استراحت میکنن و باز میبرن میروند. لیکن امروز من از تو این گپ ها رو باز شنیدم میگد و فهمیدم که چگونه من از خداوند دور شدگی هستم. بعد میگد ما کمتر صحبت کردیم و من هنگامی که باز به خانه برگشته شدم و میگد دستای من رو قپید و گفت که تو از این خانه بیرون نمیبری اگر که من همراه خود نگیری. بعد من گفتم میگد برای که من به خانه هم رفته ایستادم نزد کودکان و همسرم. بعد میگد که نه، برای من فرق ندارد، تو به من یگان جا نمی روی، زیرا که ایمانی من سست است و اگر تو حاضر مرا پرتافته روی، من شاید که باز به همون کاری پیشتر هم برگردم. و بعد میگد خب من او را با همراه خود گرفتم و بعد از این میگد ما به مکه روانه شدیم و آنجا چند مدت باقی ماندیم و وقتی که میگد از مکه برگشتیم، این مرد، این همسایش به خانهش میرود و در را وقتی که تق تق میکند، زنش میاد به نزد در و میپرسد که کیست آنجا. بعد این میگد که من فلانی هستم. بعد میگد زنش از داخل میگد که نه، تو فلانی نیستی. او میگد یگان وقت در حیاتش در را تق تق نکرده است، او در را شکسته میداره فقط. بعد میگد که مرد گفت که من فلانی هستم، همسری تو، شوهری تو. میگد که نه، من باور نمیکند و میگد که تو میخوایی که من میلیسه رو جیغ زنم؟ بعد میگد گفتم که من شوهری تو هستم، ما فرزند داریم، فرزند یکمون نامش این است، فرزند دویم نامش این است. و بعد میگد همسرش باور کرد و در را گشود و وقتی که در را گشود میگد من به خانه در آمدم و گفتم که فرزندان ما کجا است؟ میخوام که با اونها هم صحبت شده باشم. و میگد وقتی که به خانه در آمدم دیدم که فرزندانم از من میگریزند و در یک کنج خانه ترسیده نشسته ایستادند. و میگد بعد همسرم با اونها فهمم این پدر شما است، بیاید. و همین طور حیات آن مرد دیگر شد. و خلاصه مقصد از این واقعه که در حقیقت به عمل آمده است آن است که بعضا وقتی که شما کسی را دعوت میکنید،
бисёр ҳолатҳо мешавад ки ҳатто як калима кофӣ аст, як калима басанда аст ки инсон ҳаёти худро тағйир диҳад. ва вақте ки шумо бо ягон кас сухани нек мегӯед, шумо фикр накунед ки дар назди шумо танҳо як кас аст. шумо метавонед ки бо як калимаи худ ӯро аз роҳи бад нигоҳ доред ва ӯро аз роҳи бад нигоҳ дошта шумо метавонед ки якчанд нафари дигар тамоми оилаи ӯро хурсанд гардонед. ва умедворем ки ин ҳикоя ва ин ҳодисае ки шуда гузашт барои ҳар яки мо дарс бошад ва моро боз ҳам барои ба анҷом додани корҳои хуб барои мо як рӯҳияи тоза ва қуввае бибахшад. шумо метавонед ба шабакаи мо дар YouTube ва Facebook обуна шавед то аз сабтҳои навбатии мо бехабар намонед. ва инчунин ин сабтҳоро ба ёри дӯстони худ низ бифиристед то ин ки дар кори савоб саҳмгузор бошед ва бошад ки худованд барои шумо савобҳои бисёре нависад ва ин маводҳо барои як нафар ҳам бошад кӯмаки худро расонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.